میگویند انسان تا لحظه مرگ هیچ وقت به خویشتن واقعیش نمیرسد. در طول زندگی آنقدر درگیر روزمرگی ها و گرفتاری هاست که خودش را فراموش می کند. گاهی در مشکلات غرق می شود، گاهی هم با لذت های کوتاه مدت خودش را فریب می دهد. و جامعه مدام از او می خواهد که شبیه بقیه باشد، جزئی از یک کل، در حالی که می تواند وجودی یگانه و متفاوت باشد. انگار نیروی ناپیدا وجود دارد، سیستمی فراتر از هر قدرتی که می شناسیم، نیرویی که انسان را به چیزهایی سرگرم می کند تا در چارچوبی پنهان گرفتار بماند و فرصت عصیان پیدا نکند. این نیرو نه سیاسی است و نه حکومتی، چیزی عمیق‌تر است. شاید نزدیکترین تصویری که میتوان از آن داشت همان فرضیه ماتریکس باشد. برای روشن‌تر شدن این نگاه مثالی ساده است. فردی را تصور کن که غرق یک بازی کامپیوتری شده، آنقدر با شخصیت از یکی می شود که درد و شادی او را زندگی می کند. اما همین که بازی تمام می شود یا شخصیت می میرد، بازیکن از بازی بیرون می آید و به زندگی واقعی خودش برمی گردد. از نگاه آن فیلسوف مرگ همچنین لحظه‌ای است، لحظه‌ای که انسان بازی این جهان را رها می کند، همه دغدغه‌ها را پشت سر می گذارد و برای نخستین بار قدم به واقعیتی دیگر می گذارد. واقعیتی که تنها در آنجاست که می توان به خودآگاهی واقعی دست یافت.